هر وقت که از طرز فکر مردم فقیر انتقاد میکنم، بعضیا خیلی از دستم عصبانی میشن و میگن که نباید از مردم فقیر متنفر باشم. من میگم شما عقلتون از دست دادین؟ من از مردم فقیر متنفر نیستم. من بیشتر زندگیمو فقیر بودم. وقتی میگم فقیر، منظورم کسی که از 99% کسانی که این ویدیو رو نگاه میکنن فقیرتره. نمیخوام این چرندیاتو که چطور از فقرا متنفرم بشنوم. ولی چیزی که با تمام وجودم ازش متنفرم، طرز فکر مردم فقیره. همیشه ازش متنفر بودم و دقیقاً به همین دلیله که دیگه تو اون موقعیت مالی بد نیستم. اگه مثل یه آدم فقیر فکر کنین، همیشه فقیر میمونین. باید طرز فکرتون رو عوض کنین. بعضی از ایده های این کتاب که خیلی باشون ارتباط برقرار کردم و بهتون میگم. 1. مردم ثروتمند بزرگ فکر میکنن، مردم فقیر کوچیک فکر میکنن. تا حالا شده برین تو مغازه و سعی کنین حتما بهترین خرید ممکنه انجام بدین؟ یه آدم فقیر اینطوری فکر میکنه: من 1 ساعت بیشتر اینجا میگردم تا اون بسته حبوباتی رو پیدا کنم که ارزونتره و 1000 تومان پس انداز کنم و این کاریه که بقیه عمرش هم انجام میده. یه فرد ثروتمند چطور فکر میکنه؟ چه اهمیتی داره؟ من نگران این نیستم. من نگران زمان ارزشمندمم، چون 1 ساعت از وقتم میتونه 1,000,000 تومان ارزش داشته باشه، نه 4500 تومان. 2. مردم ثروتمند روی فرصت‌ها تمرکز میکنن، مردم فقیر روی موانع. یه فرد فقیر اینطوری فکر میکنه: خب من این تجارت رو شروع میکنم ولی رقابت توش زیاده، احتمالاً جواب نده. فرد ثروتمند میدونه رقابت وجود داره، اما همزمان تمرکزش روی اینه که خب آیا چیز ارزشمند منحصر به فردی هست که بتونم به بازار معرفی کنم که الان وجود نداشته باشه؟ 3. مردم ثروتمند آدمای پولدار و موفق رو تحسین میکنن. مردم فقیر از ثروتمندا و موفقا بیزارن. این خیلی مهمه. یادم وقتی بچه بودم یه ماشین مدل بالا میومد و همه میگفتن اون یارو رو ببین، نگاش کن، معلوم نیست سر چند نفر رو کلاه گذاشته تا اون ماشین رو خریده. من واقعا هیچ وقت اینطوری حس نمی‌کردم. من میگفتم من خوشحالم اون یارو یه ماشین خوب داره. من بزرگ میشم و اگه خودم یه ماشین خوب بخوام، به جای چرت و پرت گفتن یه کتاب برمیدارم تا راهش رو یاد بگیرم. این ربط خاصی هم به پول نداره. مردم فقیر به طور کلی طرز فکر معیوبی توی زندگی دارن و بیپولی یکی از اشکالات اونه. مثل وقتی که یه آدم بدهیکل میره توی باشگاه و یه آدم خوشهیکل رو میبینه و اولین واکنشش اینه: اون یارو رو ببین چجوری استروئید مصرف میکنه. ببین رفیق، هر کسی که اندامش از تو بهتره استروئید مصرف نمیکنه. میدونم باورش برات سخته، ولی سعی کن بفهمی. تازه حتی کسایی که استروئید مصرف میکنن روحیه ورزشیشون 100 برابر از تو بهتره. 4. مردم ثروتمند مشتاقن خودشونو داشته هاشونو ارتقا بدن، اما مردم فقیر نسبت به فروش و ارتقا منفی فکر میکنن. این یکی خیلی جالبه. یادم حدود 12 سالگیم شروع کردم به فروش تلفن‌های دست دوم و واقعا پول خوبی در می‌آوردم. یه بار داشتم با ذوق برای پدرم حرف می‌زدم. اون نگام کرد و گفت: به چی اینقدر افتخار می‌کنی؟ فقط داری یه چیزی می‌فروشی. در حقیقت تو زبان مادری من کسی که چیزی می‌فروشه معنی خیلی بدی داره. من با خودم فکر کردم خیلی عجیبه، پس فروشندگی چیز با ارزشی نیست، پول درآوردن چیز با ارزشی نیست. خب باشه، البته که مهم نیست، ولی بعد نگاه میکنم به اینکه کل روز چی کار میکنم و کل روز حول محور پول درآوردن میچرخه. کل زمان صرف به دست آوردن چیزی میشه که ظاهرا من باید بابتش خجالت بکشم. به اطرافم که نگاه میکنم همه هنوز همینطورین. پول مهم نیست، تقریبا حرف زدن دربارش گناهه. حتی ویدیوهایی هم که درباره پول هستن نظرهای منفی زیادی میگیرن. با این وجود پول تنها چیزیه که مردم همه زندگیشونو براش میفروشن. گیج میشم، مثل اینکه با یه نوجوان درباره رابطه جنسی صحبت کنی و اون خجالت بکشه. آره عزیزم، رابطه جنسی قسمت مهم و لذت بخشی از زندگیه، نباید ازش خجالت بکشی. 5. مردم ثروتمند انتخاب میکنن بر اساس نتیجه پول دریافت کنن و مردم فقیر بر اساس زمان. از این که خوشم میاد. دوست دارم بشنوم من لیاقت مای 3 میلیون تومان رو دارم، من لیاقت مای 4 میلیون تومان رو دارم. آره، ولی تو دنیای واقعی اصلا اینطوری نیست. اگه من از الان 1 سال کامل روی بیزینس کار کنم و هر روز 16 ساعت کار کنم و نهایتاً محصولی تحویل بدم که مفید نیست، هیچکس بهم اهمیت نمیده. از شما میپرسم، شما حاضرین فقط برای اینکه من 1 سال کامل رو محصولم کار کردم اونو بخرین؟ البته که نه. سیستم اینطوری نیست. کسی به زمانی که سر چیزی گذاشتی اهمیت نمیده. سوال واقعی اینه: میتونی خروجی واقعی و ارزشمند ارائه بدی؟ 6. مردم ثروتمند پولاشونو خوب مدیریت میکنن، مردم فقیر پولاشونو بد مدیریت میکنن.
با اون همه شکایتی که مردم فقیر از شرایط اقتصادیشون دارن، آدم فکر میکنه این منطقیه که یه کتاب برداری درباره اصول اولیه پول یاد بگیری. اما نه، تقریبا همه آدمای فقیری که میشناسم حتی در مورد ابتدایی ترین اصول مدیریت پولم چیزی نمیدونن. هیچ نظمی روش ندارن، منتظر حقوقشونن و اصلا نمیدونن وقتی گرفتنش میخوان چی کار کنن. و همینه، به جای حسادت و انتقاد مکرر، انتخاب کتابی مثل ثروتمندترین مرد بابل میتونه شروع خوبی باشه. 7. مردم ثروتمند کار میکنن تا زندگی کنن، مردم فقیر زندگی میکنن تا کار کنن. بازم همچین حرفایی. من سخت کار میکنم، لیاقت دارم انقدر پول بگیرم. اونو ببین، اون اصلا اندازه من کار نمیکنه ولی 100 برابر من در میاره. منم میگم این طبیعی ترین چیزه، دنیا همینطوریه. اگه همین الان برین یه باشگاه و یه بدنسازو ببینین که 1 ساعت تمرینایی مثل اسکوات و ددلیفت انجام داده و بعد برین روی الیپتیکال و 5 ساعت تمرین کنید، نمیتونید شکایت کنید که 5 برابر اون کار کردین و هیچ نتیجه‌ای نمیبینین. هیچ کس اهمیتی نمیده. دنیا اهمیتی نمیده چقدر سخت کار کردی. اون فرد عضله میسازه ولی شما نه. 8. مردم ثروتمند مدام یاد میگیرن و رشد میکنن، مردم فقیر فکر میکنن همه چیزو میدونن. این یکی از بزرگترین موانع. من وقتی فقیر بودم میگفتم من چیزی نمیدونم، تو این کار افتضاحم، یه کتاب برمیدارم و یاد میگیرم. اما مشکل اینه بیشتر آدمای فقیر فکر میکنن همه چیزو میدونن. برای همینه که همیشه فقیر میمونن. من توی یکی از کشورهای شوروی سابق بزرگ شدم و اساساً همه اطرافیانم اینطوری بودن. یه نفر یه جایی تولستوی خونده بود و 2 مدرک گرفته بود و حالا فکر میکرد همه چیزو میدونه. یعنی معلومه نمیاد به حرفای آدم سطح پایین که وسیله میفروشه گوش کنه. بی خیال. فروش؟ اون وقتی بچه بود تولستوی میخوند. خودشو اونقدر پایین نمیاره، هرچند که برای سیر کردن شکمش کل روزو کارگری میکرد. اما یاد گرفتن درباره پول درآوردن چی؟ بی خیال. لطفاً با آدم روشنفکری مثل اون توهین نکنید. این مثل بزرگترین بلا میمونه. اون حتی مفاهیم اولیه توجه به خودشو نمیدونه ولی فکر میکنه یه نابغه بزرگه که کل سیستمو میشناسه. واقعاً مسخره است. خب اینم بعضی از ایده های مورد علاقه من از این کتاب. بازم میگم لطفاً چیز احمقانه‌ای در مورد اینکه من از مردم فقیر متنفرم و این چیزا نگید. ولی درست میگین، من واقعاً از طرز فکر بیشتر مردم فقیر متنفرم. این طرز فکر مثل یه بیماریه و من تصمیم گرفتم از شرش خلاص شم و دقیقاً به همین خاطر تونستم شرایط اقتصادیمو 1000 برابر بهتر کنم. 95% کسایی که من باشون بزرگ شدم تا آخر عمرشون فقیر میمونن برای اینکه تغییری ایجاد نکردن. من توصیه میکنم با تمام وجود درست به اندازه من از ذهنیت فقیر متنفر باشین، وگرنه آماده شین یه قربانی فقر باشین که تمام عمرش با مسائل مالی دست و پنجه نرم میکنه. و این کتاب اسرار ذهن ثروتمند اثر تی هارو اکر.